سال 1971 امریکا یه تصمیم تاریخی گرفت. دلار دیگه پشتوانه طلا نداشت. دنیا موند که چرا باید به یک کاغذ بی پشتوانه اعتماد کرد. توافق مخفی 2 سال بعدش انجام شد. امریکا با عربستان یه معامله‌ای کرد که اون زمان عربستان بزرگترین صادرکننده نفت دنیا بود و بهش گفت تو فقط با دلار نفت بفروش، منم امنیتت رو تضمین میکنم. بقیه اوپک کم 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 تبعیت کردن. از اون روز هر کشوری که نفت میخواست باید دلار میخرید. چرخه جادویی دلار یک جوری درست شده بود که دلارها از سراسر دنیا میرفتن به جیب کشورهای نفتی و اون کشورها دوباره همون دلارها رو برگردوندن برای خرید اوراق قرضه امریکا. یعنی پول یه دور کامل زد و برگشت همون جا که چاپ شده بود. قدرتی که امریکا داشت و ترسی که برای بقیه کشورها میتونست ایجاد بکنه، با این داستان تونست تورم خودش رو یه جورایی صادر بکنه، چون دنیا مجبور شد که دلار نگه داره. هر کی خواست از این بازی خارج شه، مثل عراق، لیبی یا ایران، یا با تحریم های سختی روبرو شد، یا با جنگ، یا با سقوط. و اصطلاحاً به این داستان میگن نظام پترودلار یا پترودلار سیستم. پولی که نه با طلا بلکه با نفت و قدرت نظامی پشتیبانی میشه. اما حالا چین، روسیه و بقیه دارن میگن وقتشه که دلار رو کنار بذاریم و شاید این شروع پایان سلطه دلار باشه.